بله سلام علیکم، بفرمایید. آقای انصاری سلام عرض کردیم. علیکم السلام و رحمت الله. حال شما چطوره آقای انصاری؟ خوب هستید؟ سلامت باشید. آقا محمد هستم. بله بفرمایید آقا محمد. آقای انصاری بحثا خیلی بحثای خلاصه گسترده و پراکنده هستش. من یه چیزی رو میخوام عرض کنم، خیلی برای من تعجب انگیزه. آقا محمد آقا رضا از اهواز غیبت شما رو کردن در اینجا، گفتن که این محمد از یزد و نمیدونم حسین از مشهد و حسینی از مشهد، اینا شیعه نیستن، اینا ما اینا رو اصلا قبول نداریم، اینایی که این حرفا رو میزنن و نقد میکنن خلاصه این مسائل، اینا شیعه نیستن اصلا. بله بعضیا تخصص علم رجال دارن، رجالایی که خلاصه خیلی هم مهمه، از همه گروه هستن که مثلا میگه آقای فلانی اینطوریه، اون اینجوریه، اون اونطوریه. بابا حرف خودت تا بزن، چه کار داری به اینکه کی چه کاره است؟ من چند دفعه اومدم بگم آقای مثلا ابو فلان در رابطه با فلان اینجوری گفت، آقای فلانی اینطوریه، تو اون شبکه است، تو اون شبکه است. حالا جالبه که آقای انصاری در رابطه ما که کار نداریم به کسی، خدا میدونه که شما هم دیدید، حالا میگن آقا فلانی مثلا از چیزای شبکه فلان شبکه هست که 100% وابستگی داره به اون شبکه. حالا ما کار نداریم، حالا که هستیم یا نیستیم اصلا نداریم، خدا میدونه. ببینید آقای انصاری، من گفتم تعجب میکنم از این که این حدیثایی که خونده میشه بعضیا که تو شبکه‌های خودشون تفسیر میکنن، میگن که یه حدیثی که ضعیفه. اول میگن آقا این حدیث ضعیفه. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا آقای فلانی و فلانی و فلانی این دوتا راویانشون کذابن. بله. بعد میگن خب حالا این درست، اول این که روایت ضعیفه، دوم برا میکنن توجیه کردن مسئله را که بله مثلا اینجا معنیش اینه، این معنی این نیست، این معنی اونه. خب بابا اگر این حدیث اشکال داره شما رد کردید دیگه صحبتی نداره که دوباره شما بیاید اینا رو توجیه کنید که آقا اینه اونه. خب بالاخره حدیث ضعیفه بندازش دور. من نمیدونم از هر کتابی، از هر جایی که هر حدیثی بخونن اینا آخرش باید یه جوری توجیه کنن. من نمیدونم کجا به کجا بر میخوره. خدا شاده آدم وقتی یه چیزی رو مثلا یه لکه رو لباسش هست میشوره، اونا دور میکنه از خودش. این که نه که خواسته باشی بپوشونی اینا، دوباره اون میره کنار باز رو میاد. ما این یکی مسئله. بعد حالا وسط این بحث تعریف قرآن کردید شما. من اولی سال مخالف این هستم که حالا منم بیام بگم که بله شما مثلا حالا خلفا اینجوری گفتن، فلان صحابه اینجوری گفته، همسر حضرت رسول الله مثلا ام المؤمنین اینجوری فرمودن، اونجوری. بله ما در مورد این روایت ها آقا محمد، در مورد این روایت ها قبلا هم مفصل صحبت کردیم در برنامه‌های مختلف و اینو گفتیم و اعتقادمون هم صریح بیان کردیم، همونطوری که آقای کمال حیدری، آیت الله کمال حیدری که در اون کلیپ میگه خب بیان علمای حوزه یک اعلامیه پخش بکنن، ساحت شیعه رو بری بکنن از این تهمت. علمای ما بارها اینو گفتن و منم تکرار میکنم و برام این اعتقاد هستم، لعنت خدا و ملائکه و همه جن و انس بر کسی باد که قائل به تحریف قرآن است و هر کسی که قائل به تحریف قرآن باشه خالد و مخلد جاویدان در آتش دوزخ خواهد بود. چرا نمیگن همین حرفو؟ خب الان نگاه کنید، اینا که تعریف قرآن، که اونی که قرآن رو تحریف کرده بدونه به هر صورت کافره، ولی اینی که اینا تحریف قرآن را چطوری تعریف میکنن. مثلا میگن که آقا این که حالا یک کلمه از قرآن بالا شده پایین شده این تحریف قرآن محسوب نمیشه. اگر شما مثلا یه برنامه بچینید مثل تورات و انجیل و اینا که اصلا بحثای کلی ها اصلا قرآن عوض میکنه، اونا میگن تعریف قرآن. ولی اینکه مثلا حالا اسم یه نفر بوده الان نیست، یا مثلا این واو بالا بوده حالا پایینه، اینا تعریف نمیدونن، اینا مثلا اشتباه میکنن، اینا خطاکارن. توجه اینجوریه. ولی آقای انصاری تو کتاب کافی مرحوم کلینی اونجا تو
مقدمش اونجا بنده خدا میگه و قرآن عربی یا غیر ذی عوج، یعنی اصلا این قرآن است به لسان عربی که بدون کجی و انحراف. بله. اینجا اقرار میکنه آقای کلینی اون حدیثی که شما میفرمایید که میگه 10,000 آیه داشته، 18,000 آیه داشته، اینا چند نقل از این قرآن از این کتاب نقل شده که مثلا این روایت اینجوری هست. اصلا این حدیث رو باید این حدیث ببینید چند نقل آقای حسینی، حدیث خدشه داره، حدیث آقا محمد ایشون آقای کلینی اعتقاد بر این داشت که قرآن همون قرآن اصل قرآنی است که در نزد امام زمان است که در آخر زمان میاد. این اعتقاد ایشون بوده. اینکه در مقدمه گفته شما اینو دیدید، تصورتون این نباشه که اون آقای کلینی اعتقاد به این قرآن داشته، اعتقاد به همون قرآنی داشته که میگه در آخر از زمان. ما روایاتش هم بارها نشون دادیم که خیمه ها زده میشه و قرآن جدید یاد داده میشه و مشکل خواهد بود بر کسانی که قرآن رو اینطوری حفظ کردن، چون که قرآن جدید کلا با این قرآن فرق میکنه. چون در کتاب النکت در کتاب حجه یک بابی داره که من نشون دادم، 92 روایت داره که یکی از بابهای بزرگ این کتاب حجه است که در اونجا کلا آیاتی رو آورده و گفته که هکذا جاء به جبرئیل الی محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی قسم میخوره که این آیات این گونه نازل شده. آقای انصاری، من هفته قبل که تماس گرفتم در رابطه با همین عرض کردم خدمت شما که یه حدیثی ما هستش که در کتاب شما هم هستش، حدیث هم صحیح است که حضرت امیرالمومنین فرمودن که هیچ آیه‌ای در قرآن گذاشته نشد مگر اینکه با من مشورت شد در زمانی که قرآن رو جمع می‌کردم. این که خب این اعتقاد من و شما و عموم مسلمان ها است. منتها اونجا اینم یک واقعیت این است که تعدادی از منتسبین به اسلام اعتقادشون بر این است که قرآن تحریف شده. این یک واقعیت است، هر چی که بخوایم توجیه بکنیم توجیه نمیشه. خب حالا اونا اگه اعتقاد داشته باشن که به این صورت که قرآن تحریف شده، که به قول شما به هر حال اگر تحریف قرآن را اعتقاد داشته باشن کافرن دیگه، بحثی توش نیست تحریف قرآن. ولی به هر صورت حالا نگاه کنید، شما هم بحثایی دارید آقای انصاری که شما میگید مثلا اینا وقتی میگن که فلانی اینجوری گفت که مثلا آیه قرآن مثلا حروف قرآن بوده چقدر چند میلیون، مثلا فرض کنید که یکی از صحابه فرمودن که این سندی که صحیح هم هست که فرمودن که قرآن 1,027,000 حرف داره. بعد شما میگید خیلی خوب اینا هم نفس شده. نه، ما بارها در این مورد مفصل صحبت کردیم که بله، ما بارها در این مورد صحبت کردیم، علمای ما پاسخ دادن که قضیه نسخ است و قضیه آیاتی که این یک حقیقتی است که وجود داره که الله سبحانه و تعالی آیه نازل کرد، این آیه نسخ شد، بعضی آیات حکمش نسخ شد آیه باقی است، بعضی موقع حکمش باقی است آیه نسخ شد، بعضی اوقات حکمش و آیه نسخ شد. این یک واقعیتی است، این وجود داره، یعنی این ربطی نداره به تحریف. متوجه هستید؟ اما گوش کنید، اما ما مسلمان ها امروز اجماع علمای ما بر این است که قرآنی که فعلا در دست ما هست همون قرآنی است که بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شده و هیچ کمی و زیادی در این قرآن نیست. من بحث روایات هم بهش کار ندارم، اجماع علمای ماست و برای این در باب بیان اعتقاداتشون علمای ما اینو میگن که این قرآن تحریف نشده، دست نخورده است. منتها علمای شما اینو نمیگن. چرا نمیان بگن که این قرآن تحریف نشده، این قرآن دست نخورده؟ و میشه گفت که 99% از علمای بزرگ شما در علمای گذشته شما اعتقاد به تحریف قرآن داشتن. سید نعمت الله جزایری، محمد ابن یعقوب کلینی، مولا باقر مجلسی. آقای انصاری یه سوال من میکنم، این همه علمای ما که 99%شون اعتقاد داشتن که قرآن تحریف شده، شما که میفرمایید همه کتابی هم چاپ کردن، از کافی و به هر حال بگیرید برید مثلا خیلی کتاب چاپ کردن علمای شیعه، یه قرآنی هم چاپ میکردن، کسی که جلوگیری نمیکرد اینا رو. خب اعتقادش هم آیاتی که فکر میکردن در قرآن بوده و الان نیست، اینا میذاشتن تو قرآن میگفتن اینا قرآن شیعیان، مثل که نهج البلاغه دارن دیگه، مثل کتاب دیگه هم هستش، کافی دارن،
به حال خیلی چیزا هستش که دارن دیگه، اونم یه چاپ می‌کردن. نه ببینید برادر عزیز، اینا اعتقاد بر این دارن. الان شما به صفحه تلویزیون نگاه کنید، در بهار الانوار این روایت هایی است که در بهار الانوار اومده. اینم صفحه بعدش در جلد 52 باب معروفی از صفحه 412 اینجا ببینید. ایشون میگه که امام زمان وقتی که میاد مساجد رو خراب میکنه و فلان میکنه، بعد میگه قرآن جدید میاره. بعد در اینجا در روایت 85 در این باب خیلی جالب میگه که اذا قام قائم آل محمد ضرب فساطید لمن يعلم الناس القرآن. میگه که وقتی امام زمان اومد، قائم آل محمد اومد، خیمه ها رو میزنه و به کسایی که مردم رو قرآن یاد میدن. علی ما انزل الله جل جلاله، آن گونه که الله سبحانه و تعالی نازل کرده بود قرآن رو. فصعب ما یکون علی من حفظه اليوم، میگه خیلی مشکل خواهد بود کسان بر قاریان قرآن که امروز قرآن رو حفظ کردن. چرا؟ لانه یخالف فی التألیف، چرا که امام زمان قرآنی که میاره با تألیف فعلی قرآنی که در نزد ما هست فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی کلا قرآن جدید در نزد امام زمان هست مخالف این قرآن، 17000 آیه است. اینو اعتقاد کلینی، مجلسی، نعمت الله جزایری، همه علمای شما اکثرش این اعتقاد رو دارن و امام زمان این قرآن رو میاره و فعلا از نظر شما هم پنهان است. یعنی الان شیعیان وقتی که میگن که ما اعتقاد به همین قرآنی داریم که امروز در نزد شما اهل سنت است، راست میگن که روایات داریم که گفتن تا که امام زمان میاد شما به همین قرآن عمل بکنید. درسته، من نمیگم که الان در نزد شیعیان قرآن خاصی وجود داره که 17000 آیه است. اون قرآن خاص در نزد امام زمان است که در آخر زمان طبق این روایت میاره و به مردم یاد میده. این روایت ها آقای انصاری، این همه روایت از اینا رو همه رو بذارید کنار، من نمیخوام چیزی دیگه بگم، ولی این روایت ها که با قرآن اختلاف داره تو همین کتاب کافی یه بابی هست که میگه اینا رو قبول نکنید، رد کنید. ما اصلا نگاه نمی‌کنیم به اینا. اصلا روایت ها رو شما، روایت هایی که بین شیعه و سنی با هم دیگه اختلافی ندارن و اتفاق نظر دارن، اون روایت هایی که میشه روش تکیه کرد. خب این حرف ماست آقا محمد، این حرف ماست. ما بارها همین حرفا رو همینو گفتیم، تاکید کردیم روی این مسئله. حالا نگاه کنید آقای انصاری، این من هفته گذشته یه بحث خیلی قشنگی رو شما مطرح کردید و اون برادرمون این آیه و قل اعملوا فسيرى الله عملكم اینا توضیح داد. من اگه چند لحظه میخوام چند دقیقه در رابطه با این عرض کنم، چون شما به نظر من درست نفرمودید. حالا من این چیزی که تو نظر من هسته یه بحث علمی بکنیم، اینا که همش بحث‌های حاشیه‌ایه که شما میفرمایید. باشه، گرچه موضوع این هفته نیست اما بفرمایید. بخوام نگاه کنید این اصول بحث کامل نشد. منم از شما قول گرفتم که حالا به هر حال کمک کنید بیام صحبت کنیم در رابطه با این. این خودش خیلی مشکله این آیه، همچین ساده نیست که ازش بگذارید. نگاه کنید آیه 103 اونجا میگن که به حضرت رسول الله پروردگار میفرمایند که خود میگه اموال اونا رو بگید، صدقه تطهرهم و تزکیهم، اینا به صدقه اینا بگید که از اونا رو پاک کنی، اونا رو تمیز کنی. خب در رابطه با چیه؟ در رابطه با صدقاته، در رابطه با زکاته. بعد پایین آیه که میاد اونجا میگه و قل اعملوا، چی؟ عمل کنی. چی عمل کنی؟ یعنی همین صدقات رو بدید، زکات رو بدید، همینا رو بدید. به مؤمنین میگه شما عمل کنید، این صدقات رو بدید که پیامبر از شما بگیره. بعدم میفرماید این صدقات و زکاتی که شما میدید هم پروردگار میبینه، رسول الله میبینه، مؤمنون هم میبینن. بعدم همینایی که شما میدید، توجه میکنید، وستردون الی عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. همین کاری که شما انجام میدید باز در روز قیامت در محضر کسی که عالم غیب و شهاده میدونه، همین عمل هم دوباره خودتون هم میبینید. همه این آیه مربوط به همین دنیاست. یعنی شما فرض کنید که خدا داره میبینه، پیغمبر داره میبینه، مؤمنین هم دارن میبینن. کجا میبینن اینا همین مثلا صدقات و اینا که میدن همه اکثر میآوردن داخل مساجد دیگه، به هر حال همه داشتن نگاه میکردن، مشخص هم میشد.
این آیه البته من منکر این نیستم که ببینید من اعتقادم بر این است که حضرت رسول الله، روح حضرت رسول الله، نه خودشونا، روح حضرت رسول الله، مؤمنین، پیامبران، به هر صورت اونایی که درجه اعتبارشون بالاست اونا میتونن ببینن، همچنان که خداوند فرشتگان مخصوصش دارن میبینن، مثلا حضرت جبرائیل، حضرت اسرائیل در یک لحظه چند نفر قبضه رو میکنه، توجه میکنید؟ یا مثلا خود شیطان شما در نظر بگیرید یک لحظه بر همه کون و مکان بالاخره اشرافه، داره میبینه. قرآن میگه در خون شماست، در روایت داریم شیطان در خون ماست، جلوتون میبینه، پشت سر میبینه، بالا سر میبینه، برای هر نفر به نفر میبینه. پس این مسئله ماورای طبیعه است، مسئله روحیه. ما نمیتونیم بفهمیم که چجوری حضرت رسول الله میبینن. توجه، این آیه میگه که نگاه کنید، این آیه میگه که عمل شما رو میبینه. اون عرضه شدن به اصطلاح که در روایات هم داریم که حالا میگن صحیح هم از در کتاب هست که به پیغمبر و اینا اعمال مردم میگفتن به پیامبر عرضه میشه، این آیه مربوط به اون نیست، چون اینه خود عمل میبینن، نه اینکه عرضه بشه بهشون. من نمیخوام این کار بکنم، من خودم معتقد هستم که به هر حال به یک نحوی حضرت رسول الله، بندگان، امامان، به هر حال کسانی که محبوب پروردگار هستن، اونا دارن بالاخره آزاده، روحشون آزاده، دارن همه چی رو میبینن. من اینو ممکن نیستم، ولی این آیه مربوط به اون نیست. این آیه رو نمیتونن استنباط کنن که درست. به حال اجازه میدید محمد آقا، اجازه میدید الان من صحبت کنم؟ حالا مثلا من بهتونم در بردم. خواهش میکنم شما تشریف داشته باشید. من تشکر میکنم از شما. تشریف با من ندارید، من نه، یک لحظه تشریف داشته باشید. در همین صفحه‌ای که شما همین آیه رو اومدید اینطوری تفسیر کردید، وقتی که شما الان این آیه 105 است، درسته؟ شما در آیه 101 الله سبحانه و تعالی خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مرضوا علی النفاق لا تعلمهم. الله سبحانه و تعالی به پیامبر میگه تو نمیشناسی، نمیدانی در مورد اینها. اگر پیامبر شاهد و حاضر و ناظر اعمال بوده، پس چرا الله سبحانه و تعالی در اینجا گفته که در اطراف شما، در مدینه، در خارج از مدینه، در بین اعراب منافقینی هستن که تو نمیدانی اونها رو، نمیشناسی اونها رو؟ بله. یعنی الان همین دو آیه بالاتر این رو نفی میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم شاهد اعمال غیبی باشن. یعنی آنچه که در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم صورت میگیره اون رو پیامبر شاهد است، اما آنچه که دور از مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم در اطراف مدینه صورت میگیره پیامبر نمیدونست. قرآن میگه نمیدونست. لا تعلمهم، تو نمیدونی اینها رو که اینا کیا هستن، چی کاره هستن، اسم و رسمشون رو نمیدونی. چی میگه؟ نحن نعلمهم، ما اینها رو میدانیم. اینجا زوم بکن احمد جان. الله سبحانه و تعالی میگه ای محمد تو نمیدانی و ما میدانیم که در اطراف تو، در بین اهل مدینه و در خارج مدینه منافقینی هستن که در ظاهر اسلام آوردن، در باطن شرک و کفر دارن. شما وقتی که میگید رسول الله میبینه، دو آیه بالاتر خدا میگه که رسول الله نمیبینه، خبر نداره. از اطراف مدینه در زمان خودش خبر نداشت، یعنی بعد از 12 قرن از حال من و شما خبر داره. این اولا. ثانیا ما در همین قرآن کریم در سوره مائده آیه 109 در مورد روز قیامت الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ احمد جان نشان بده. یوم نجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. روزی که الله سبحانه و تعالی پیامبران را گرد آورد، آنگاه بگوید در برابر دعوت حق چه پاسخی به شما داده شد؟ یعنی بعد از شما، بعد از اینکه از دنیا رفتید چه پاسخی دادن؟ اون که در دنیا بود که شاهد بودن. چی گفتن؟ گویند، پاسخشون چی خواهد بود؟ ما را علمی نیست، بیگمان تو خود دانای رازهای نهانی. یعنی پیامبران به الله میگن ما خبر نداشتیم که مردم با دعوت ما چیکار کردن، با دین ما چیکار کردن. نمونه دیگری من فقط بخاطر که وقتتون زیاد نگیرم پشت خط نمونید، در سوره مائده آیه 117 در مورد عیسی علیه السلام، وقتی که الله سبحانه و تعالی اذ قال الله یا عیسی ابن مریم
انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. ای عیسی تو به مردم گفتی که سه خدا اعتقاد داشته باشید، یکی خدای پدر، یکی خدای پسر، یکی خدای روح القدس. حضرت عیسی علیه السلام در جواب اینها چی میگه؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. میگه ای بارالله، سبحان الله، من چطور به اونا اینطوری تو پاک و منزه هستی؟ من حق ندارم که چیزی غیر از واقعیت به اونا بگم. اگر چنین سخنی رو گفته باشم بیگمان تو میدانی، تو از آنچه در ضمیر من است آگاهی و من از آنچه در ذات پاک توست نمیدانم. یقینا تو خود دانای رازهایی. من چیزی جز آنچه مرا به آن فرمان دادی به آنها نگفتم. خداوند را بپرستید که پروردگار من و شماست و تا زمانی که در میان آنها بودم مراقب و گواهشان بودم، یعنی میدیدم. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم. بعد از اینکه جان مرا گرفتی تو خودت مراقب آنها بودی. و انت علی کل شیء شهید، و تو بر هر چیز گواهی. اگر عیسی علیه السلام از حالت امتش بعد از اینکه از دنیا رفت خبر میداشت، اینطوری پاسخ نمیداد به الله سبحانه و تعالی. آقای انصاری، حالا پس بذارید، من نمیخواستم که صحبت کنم، بعد رفت تو بحث علم غیب، ولی نگاه کنید همون آیه 101 همه اینا اعتقاد دارن. چیزی که خدا میبینه و پیغمبر نمیبینه نهان هر انسان. یعنی بارها در قرآن اینا گفته شده که پیغمبر مثل همین آیه 101 که تو نمیمونه. من میشناسم. چرا؟ چون راز نهانه هیچ کس نمیدونه. همونجا در همون آیه حضرت عیسی همینا میگه تو از راز دل اونا شما خبر داشتی. من وقتی میگم طرف مسلمون جاست، ولی من نمیدونم این مؤمنه یا مؤمن نیست. مؤمن بودن مؤمن نبودن خدا میدونه، ولی من مسلمونیشو دارم میبینم، نماز میخونه، روزه میگیره، اینا رو دارم میبینم. اینو عیسی علیه السلام، میبخشید آقا محمد، جهت توضیح فقط، عیسی علیه السلام در مورد خودش میگه آنچه که در درون من هست تو خبر داری، اما در مورد پیروانش میگه تا وقتی که من در بین اونها بودم من شاهد بودم که چی کار میکردن، اما بعد از اینکه من رفتم تو شاهد بودی، تو گواه بودی، تو میدیدی، من خبری ندارم از اونها. نگاه کنید، نه اجازه اینجا مسئله فقط بحثی که میشه، اجازه بدید ببینید اینجا من یک بار دیگه بخونم. من قبول میدونم این آیه من دهستم، بلد هستم، میدونم شما منظورتون چیه. مشخصه همینی که من میگم بر همین صادقه. نگاه کنید پیامبران یا مثلا چی خبری ندارن، هیچ کس نمیدونن کی چه کاره است. همون جایی هم که میگن چگونه شما را اجابت کردن، اونا میگن ما نمیدونیم. تو راز دل مردم تو میدونی، ما فقط میدونیم که مثلا به ما فرض کنید که به ما ایمان آوردن، ولی ایمان به تو آوردن اما خبر نداریم که راست میگن یا دروغ میگن. درسته؟ این بحث کلیه. همون جایی هم که حضرت عیسی میفرمایند که مثلا این طوریه میگن که تا موقعی که من بینشون بودم من داشتم عملشون رو میدیدم، یعنی من میدیدم هم شما میدیدی. وقتی که منم رفتم باز شما داشتی میدیدی، یعنی عمل اونا رو داشتی میدیدی. نگفته که من دیگه نمیبینم. من چی میگم؟ شما نگاه کنید، من عرض کردم روح انسان، روح پیغمبر، خدا وقتی که میگه آقا محمد ببینید شما یک لحظه حرف شما میخوام توضیح بدید حرفتون رو. شما میگید که عیسی علیه السلام کی گفته که من بعد از اینکه مردم ندیدم نمیبینم؟ آیه اینو میگه. الله سبحانه و تعالی چون در زمان عیسی علیه السلام کسی نمیگفت به عیسی که تو پسر خدایی. بعد از وفات عیسی، بعد از رفتن عیسی از بین بنی اسرائیل، این اعتقاد تثلیث به وجود آمد. یعنی این آیه اینو میخواد بگه، عیسی علیه السلام در پیشگاه خداوند وقتی الله سبحانه و تعالی بازخواست میکنه عیسی تو به اونا امر کردی که به اصطلاح تو رو و مادر تو خدا بگیرن، میگه که یا الله من تا وقتی که بودم تو شاهد هستی که من چیکار کردم در بین اونا، امر کردم که خدا را بپرستید، غیر از خدا کسی دیگر رو نپرستید. بعد از اینکه من از دنیا رفتم تو هستی که میفهمی حال اونا رو، یعنی من نمیفهمم. یعنی خیلی واضح است. نمیدونم چطور میخواید توجیه بکنید این آیه رو. نه ما که بحثی نداریم که پیغمبران، ما اعتقاد ما بر این است که تا پروردگار
نخواسته باشه که پیغمبران ندونن، کسی نمیدونه، هیچ کس نمیدونه. هر چیزی که پیغمبران میدونستن همونی بوده که خدا میخواستن اونها بدونه. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. یعنی همون چیزی که خدا میخواد پیغمبران میدونن، همون چیزی که خدا نخواسته باشه هیچ کس نمیدونه. اینکه ما بعض کلیه قبول هم داریم، ما نمیگیم که مثلا عرض من اینه آقای انصاری، وقتی که ما مردیم هیچ خبری نداریم. خدا میگه از پیغمبر میگه و از روح از تو سوال میکنن. شما بگو من روح من اینطوری، من یه خیلی اطلاعات کمیه، شما از روح کم میدونید. آقا محمد الان اختلاف من و شما سر چیه؟ ما کلیپی پخش کردیم که یک آخوندی میگفت که ائمه 12 امام 14 معصوم حاضر و ناظرن، از همه چیز ما خبر دارن. رد ما بر این آخوند بود. الان شما نمیدونم که شما حرف آخوند رو میخواید تایید بکنید، حرف ما رو میخواید رد بکنید، من متوجه نشدم. من حرف آخوندی که میگه که مثل نگاه کنید آنساری حاضر و ناظر، این که به حال من عرض کردم حاضر و ناظر فقط خداست. در قرآن فقط اونی که میگه میبینه شما را خدا هستش. پس دیگه بحث معنی نداره، من و شما با هم اختلافی نداریم در این مورد. در اینی که نگاه اختلاف من و شما اینه، شما در صحیح بخاری ما نداریم که حضرت رسول الله میگن که صفاتون رو درست کنید، من از پشت سر شما رو میبینم. جبرئیل خبر میده. جبرئیل خبر میده. من میبینم. چون با وحی ارتباط داره، رسول الله صلی الله علیه و سلم با وحی ارتباط داره. نگاه کنید اطلاع داشتن با دیدن فرق میکنه. من میگه من شما رو میبینم، یاره میبینه. چطوری میبینه؟ ما نمیدونیم چجوری. خدا نشون میده. ببینید وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم محراب مسجدشون رو نصب کردن، همین جای نمازشون رو، نه قطب نما بود، نه جی پی اس بود، نه دستگاه‌های نمیدونم مهندسی که فعلا وجود داره، هیچی نبود. امروز علمای که رفتن چک کردن میگن دقیق ترین محراب در مدینه منوره محراب مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم است، به سمت کعبه است. دقیق ترین. چطور؟ در روایت میگه که الله سبحانه و تعالی کعبه رو آورد جلوی روی پیامبر صلی الله علیه و سلم، اینها تعیین کردن قبله رو. این برای یک پیامبر است. الله سبحانه و تعالی پشت صف پیامبر صلی الله علیه و سلم رو مثل یک مانیتوری که امروز ما در جلوی خودمون قرار میدیم، همه جا رو کنترل میکنیم، به پیامبر صلی الله علیه و سلم نشون میداد. حرف ما در مورد رسولان نیست، اونا با وحی ارتباط داشتن. حرف ما این بود که آخوند میگه که 12 امام حاضر و ناظر اعمال ما هستن. امام زمان حاضر و ناظر اعمال ما هست. حالا اینا بحثای جداگانه دیگه، منم بحث تشکر میکنم آقا محمد از شما. الله متعال ستون کنه. زنده باشید. ممنون. از بیننده‌هام تشکر میکنم. سلامت باشید. من نمیخوام اینقدر بحث طولانی بشه دیگه. سلامت باشید. تشکر از شما. الله متعال ستون کنه. خدا نگهدار. Ah